وقتی در اوایل دهه 90 اینترنت به دنیا عرضه شد، زیاد طول نکشید که تو دنیا همه‌گیر شد. مثل هر اختراع خوب که یک بدیهای هم با خودش آورد، اینترنت هم یک مشکلاتی با خودش آورد. یکی از بزرگترین مشکلات اینترنت هم دارک وب بود. خب حالا شاید پیش خودتون فکر کنید که دارک وب چیه؟ دارک وب به شبکه‌ای گفته میشه که در دسترس همه مردم دنیا نیست و ردیابی فعالیت‌ها و شناسایی افراد در آن خیلی سخته و حتی خیلی وقتا غیر ممکنه. در این شبکه اطلاعات محرمانه‌ای است که فقط افراد ناشناس آنها را میتونن مدیریت کنند، که از جمله میتونیم به فروشندگان مواد مخدر، هکرها، تروریست‌ها، قاتل‌ها و افراد سودجو اشاره کنیم. و اگه بخوایم اینترنت رو به 3 دسته تقسیمش کنیم، مثل اینه که یک یخ توی آب رو اگه ببینیم، اون مقدار بیرونی یخ قسمتی کوچیک از اونه و در واقع بیش از 90% توی آبه که ما نمیتونیم ببینیمش. اینترنت هم شبیه همونه و اینترنتی که در دسترس عموم قرار دادن فقط مقدار کمی از اینترنته که اسمش سروایس وب یا وب سطحی هستش، و اون مقدار زیادی از اینترنت که در دسترس عموم قرار نداره و دسترسی به اطلاعاتش هم سخته، دیپ وبه که معنیش وب پنهانه. و دارک وب یا همون وب تاریک هم قسمت کوچیکی از همین دیپ وب رو تشکیل میده و چون دسترسی به اطلاعاتش هم سخته، به خاطر همون دستگیری افرادی که توش مشغول دزدی و کثیف‌ترین کارهایی که حتی تو فکرتون هم نمیرسه رو انجام میدن سخته. ولی پلیس‌های فدرال بعد از مدت‌ها تلاش و با آوردن هکرهای فوق‌العاده قوی بالاخره تونستن اریک مارکوس که پادشاه و سردسته دارک وب بود رو دستگیر و به 30 سال زندان محکومش کنه. شاید پیش خودتون بگین که اریک مارکوس چه خلاف‌هایی انجام میداد که بهش میگفتن پادشاهی دارک وب. این تبهکار معروف فروش مواد مخدر، پولشویی، دزدی و از قبیل همچین کارهای کثیفی رو انجام میداد که مشهور به پادشاهی دارک وب بود. حالا به نظرتون پلیس‌های فدرال چجوری اریک رو به دام انداخت؟ اونها با استفاده از برنامه تور که تنها برنامه‌ایه که میشه از توش وارد دارک وب شد، تونستن رد این خلافکار خطرناک رو در سال 2013 بزنه و در نهایت در کشور ایرلند دستگیرش کنه. ولی اریک عزیز آخرین کسی نبود که توسط پلیس فدرال دستگیر شد و خیلی خلافکارهای دیگه‌ای هم هستش که توی دارک وب هنوزم به کارهای کثیفشون ادامه میدن و پیدا کردن اونها کار دشواریه. با این همه حرف و حدیث، همچنان پلیس‌ها با استفاده از روش‌های پنهانی برای هک و نفوذ به سیستم این خلافکاران سعی میکنن که تا جایی که میتونن رد این خلافکارها رو بزنن و به سزای اعمالشون برسونن.